مظفر ها؟ همین شما بایم آرزوتون هستمی؟ زنک جان ایلویم داداته پولشون وقت پیشه ادونه شود ایلویم 2 ساعت ببرون فهمیدی؟ تو آرزو چیزی بود؟ مظفر جان ها همین آرزوی من همین که همین شما مهنت خودتون قطعی حرکت خودتون قطعی همین وجدان خودتون قطعی برآمده کار کنین همین آرزوی من او تو آرزو برستگی کو؟ کار او من توی زن که گفتگیم همین مهنت نمی همین کاله کت گران که دیگیم همین مهنت نمی همین دادات خانه و ماشین پدر که کچه بی اینا هر کیم نمی کند همین مهنت نمی او زنک جان تو آرزو برسگید به حالی هم بیخبر می که دو